شیرین صدا کرده باشه. باره هم سخن شیرینم نگفته ای؟ نبود لحظه ای که نوازشم کرده؟ پس چرا دوستت می‌دارم؟ گویا می‌شود لحظه ای که تصمیم میگیرم دوستت نمی‌دارم. خیال‌های زیاد گرد نظرم چرخ میزند. نخود نفری که حداقل باره هم یادش نمی‌آیم، برایش هیچ اهمیتی ندارد من کیم، باز دوستش می‌دارم. نه، او دیگر برام هیچ کس نیست. من او را نمی‌شناسم. ولی افسوس، باز هم افسوس که قلبم را فریب داده نمی‌توانم. نمی‌خواهم بیشتر از این اذیت بکشم. به خدا نمی‌خواهم. من خیلی زیاد می‌ترسم که در نیمه راه زندگانی با این عرف و عادتم سخت حیران می‌شوم و بعد از چندین روز و ساعتی با هم نشستن‌ها در خود دور می‌مانم از شاهراه تو. باز تو را از دورهای دور یاد می‌آورم. باز به یاد حسن ناتکرارت تکرار و تکرار خواهم ساخت. تصور دلم انا همان راه و رسم تو با بیقراری راه پاییدن است. تا باقی بودن نفسم خواستگار فراموش کردنت نیستم، گرچند دوری از نظرم. سخنهای از زبان شیره‌دارت شنیدم، هر لحظه گوش و قلبم را نوازش می‌کند. اگر عمری دوباره از فیض دیدارت خداوند ببخشدم، خیلی نیاز داشتم چشمانم را مقابل چشمانت نگه دارم تا لحظه جسم و روحم آرام گردد. من تا آخرین نفسم دامنگیر تقدیرم. چرا منو به جای آن نفری که دوستش می‌دونی نمی‌آفرید؟ چرا آخر؟ چرا؟ از فرجام می‌ترسم، به خدا می‌ترسم. ناخن تقدیر را نباید گذاشت که تار سازی ما را کنده کند. میدونم که خیلی سخت است در نیمه راه ناهموار را طی کردن، اما چه اهمیت دارد که فصل نظر ما روی بهار را نمی‌بیند؟ آخر چرا میگذاریم که بروی ره ما خار و خس روید؟ چرا بال و پرمان را از قفس بیرون نمی‌سازیم؟ چرا دایره عمر دروغ را با وجود دروغ بودنش تنگ نگه می‌داریم؟ چرا در شست حیله و نیرنگ ما را داشتد؟ بیا گاهی هم باشد زیر موج پرتغیان زندگی قدم زنیم. میشود لحظه مهر خاموشی را در زبانم میزنم. باعث تعجب است که قدرت محبت اینقدر بزرگ است میتواند در تمام قفل و گره ها را گشاید. برایم خیلی ارزنده